سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به ویدیو من از این گیمر هستم و امروز اومدیم که پارت 6 بازی بولی رو با هم بریم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. خب دوستان عزیز، اگر از این ویدیو خوشتون اومد و از این مدل ویدیو خوشتون اومد حتما ما رو سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید دیگه اگه دوست دارید دنبال این بازی رو ببینید و اگه خیلی هم خوشتون اومد دیگه این ویدیو رو لایک کنید. خب الان ماموریت پرپ چنل رو میدیم. پرپ چنل میشه اینو میبینیم چجوریه ماموریتش. مدیر مدرسه دو باشگاه بوکس چه بگه؟ از اردبیل اومدم. خب یه مسابقه است و آره $1,000,000 جایزه شد. بریم ببینیم. 3 تا مسابقه است. Maybe I can use this to my advantage. حریف اول ما میشونه جناب چاد. بریم بزنیم بریم چجوریه. اوه وان زد. I can do so much better, you know. Hopkins, you're pathetic. Look at that ridiculous fighting. قشنگ زد. That's the best you can do. اف شد. It's a wonder Hopkins is still standing. His left eye looks swollen. خب ناکاتش کردیم همین راند اول. در لحظات پایانی اول این بازیکن حریف ناکوت میکنه. ایول. خب حریف بعدی ما میشونه این بچه خوشگلی که میبینید جون میخواد با عموجانی مبارزه کنه و شکستش میدیم. آقای جاستین چی نگاه میکنی؟ نکات کردیم ایشون هم نکات کردیم. دومین مسابقه هم بردیم. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت. میریم سراغ سومی ببینیم چند برده علاجی. دهنت سرویسو وای به حالت اگر گیرم بیافتی. پارکر اوه یه پسی نهاق هم میزنه اینجا ما. این یه مقدار از اون قبلیه بهتره ولی در کل اینا حریفای قابلی نیستن. اینا ضعیفاشونه. اینم ناکوت شد. 3 تا حریف رو پشت هم ناکوت کردیم. Nice. All right, I won. Give me my prize. There's a little problem. Your parents have to be members of the board for you to be eligible. Tell you what, old chap. We'll give you that old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. گفتن ثبت نام نکردی خانوادت یعنی عضو دیدنی نمیدونم چیه نیستن و $1,000,000 نگرفتیم. یه خونه ساعتی گرفتیم. یه کلاب هاوس به ما
لباس اکوابری و یه مدل موی. برای اولین بار میخوایم به این کله کچلمون یه صفا بدیم و این کله کچلمون از نزدیک ببینید. یه صفایی بدیم و خوشگل کنیم و خوشگل کنیم. چیز داری میزنیم. این مدل موهاش هم خوبه. جیمی رو از یک کله سسکی تبدیل میکنه و بشه خوشگل. الان بهتر شد. خب این مدل موی جدید ما نگاه کنید. بعد دارن اینجا در مورد مسائل روز دنیا صحبت میکنن. اوکی چی دارین شما؟ این دو داریم با اینا. من اینو برمیدارم. چش یه دونه از این لباسای خوشگلم گرفتیم. میگه برگرد به مدرسه. ولی ما بر نمیگردیم. ما مأموریت داریم و باید کار خودمون رو انجام بدیم و به داداشمون میگیم زی خیال باطل. ماموریتمون رو شروع میکنیم. The eggs تخم مرغ‌ها یه همچین چیزی. Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aquaberry sweater. Très chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on old Hat-Trick. We don't like what he did to that old soak Galloway. A chap can have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no. I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen. We're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. خب تخم مرغ باید بخریم. خب تخم مرغ که داریم و نیاز نیست بخریم. اون یه چیز کلی گفت. کلا اومدید دستا پر بیاد و دست پر بریم پیشش با تخم مرغ. اوه غلط کردم. جناب سروان ولم کن ناموسن. اینجا دیگه واقعا جناب سروان با موتور میاد دنبال ما. اینجا دیگه شاعر میگه تو هم بخوری فایده نداره و مثل چیز میاد دنبالت. یا امام هشتم. یا امام هشتم داره میدوه دنبال من. حاجی به خدا قتل نکردم که اینطوری اینه بخته گفته دنبال ما. خیلی اوضاع خیته. خیلی اوضاع خیته. خدا رو شکر نجات پیدا کردیم. بکسم دیدیم اینجا. ریشکیتزا دیدیم. Got the eggs, Hopkins? You bet. Then give them to me. Take them. Smashing. Now tell me, Hopkins, is it true you said I was inbred? No, because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb.
You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't... Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are گری you? بیشرف داره دوباره You've موش been میده اونو rude اینو. about mommy. Let's get this, Papa. بله Inbred اینا چه احمقایی هن که به حرف این اسکل گوش میدن. اوه ما رو تو تا ضربه ناحق زدن به ما. تو چی میگی؟ تو چی میگی؟ بلا فاصله از محل فاصله میگیریم. شما هم نکات شدید. اینم میزیم نکات میکنیم. تو چی میگن آقا؟ اینجا بکف ان آقا اومد چلو گفتن درست صحبت کن. ان آقا چیه؟ آقا یه کفشور یه اوه دوباره ما رو با تخمق میزنه. برای دیگه اموال بمیر بمیر بمیر. آره نمیرم که هنوز نبرده. الان نکودش میگیم 3 سود. ایوان کلید رو گرفتیم و از اینجا میگریزیم. That's that nonsense dealt with. خیلی عالی و زیبا. دوستان عزیز مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. یادتون نره حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. اگه خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید. اگرم دوست داشتید که بوق میزنیم دوست داشتید که ادامه این بازی رو ببینید حتما به ما بگید، با کامنت بذارید و صفحه اینستاگرام ما رو هم فالو بکنید. قربان شما، خداحافظ.